حالا چند بار شده تغییری توی زندگیت ایجاد کنی و حس کنی که بعضی از نزدیکترین آدمای دور و برت به جای خوشحالی یه جور دیگه باد رفتار میکنن؟ انگار موفقیت یه چیزی رو توی وجودشون داره قلقلک میده، یه چیزی مثل حسادت یا حتی خشم. واقعیت اینه که همیشه دشمنامون خطرناک نیستن. اتفاقا اون زخمای عمیق رو خیلی وقتا از آدمایی میخوریم که وانمود میکنن طرفدار و دوستمان، اما توی دلشون با پیشرفت ما مشکل دارن. چرا این اتفاق میفته؟ چون رشد تو مثل یه آینه است. به محض اینکه جلو میری اونا مجبورن که عقب موندگی خودشونو ببینن و مغز آدمیزاد چیزی رو که دوست نداره پس میزنه. برای همینه که بهت میگن عوض شدی. دیگه مثل قبل نیستی. در صورتی که حقیقت اینه تو عوض نشدی، فقط دیگه توی اون سطحی که اونا برات بودن باقی نموندی. حالا چرا ما عقب میمونیم؟ اینجا پای یه موضوع مهم روانشناسی میاد وسط به اسم سوگیری تایید. مغز ما همیشه دنبال اینه که باورهای قدیمیشو حفظ کنه، حتی اگر اشتباه باشن. واسه همین بهونه سازی میکنه. امروز حال ندارم، فردا شروع میکنم، یا بذار شرایط بهتر بشه حالا. اما ته دل ماجرا یه چیز دیگه است. ما میترسیم که با تغییر کردن دیگه توی گروه فعلیمون پذیرفته نشیم. این ترس باعث میشه که انفعال رو گردن کمالگرایی یا بی‌حوصلگی بندازیم، در حالی که ریشه ماجرا ساده است. میترسیم از دست بدیم. چرا مردم از تغییر ما میترسن؟ خب جوابش خیلی ساده است: حسادت. ولی یه دلیل دیگه هم داره. بیشتر آدما تصویر روابطشون رو بر اساس چیزی که توی ذهن خودشونه میچینن، نه واقعیتی که بیرون وجود داره. وقتی تو تغییر میکنی اون تصویر ذهنی فرو میریزه. مغز اونا اینو یه تهدید میبینه و ناخودآگاه ازت فاصله میگیره. بذار برات 6 تا حقیقت بگم که شاید بدونی اما هیچ وقت بهش توجه نکرد، و البته اگر بفهمید دیدت نسبت به خیلی چیزا عوض میشه. حقیقت اول: مردم همیشه نمیخوان تو بالاتر بری. این یکی از واقعیت‌های تلخیه که خیلی‌ها تو زندگیشون لمس کردن. تو ناخودآگاهت شروع میکنی به ترسیدن، چون میبینی هر بار که جلو میری یه عده ازت دورتر میشن. حقیقت دوم: درد دشمن نیست. اکثر مردم با هر چیزی که بوی رنج بده میجنگن، ولی حقیقت اینه که رنج مثل یه آینه است. بهت نشون میده که واقعا کی هستی. چیزی که ازش فرار میکنی همون چیزیه که بیشتر از همه قرار تو رو بسازه. مشکل اینجاست ما همیشه دنبال راحتی هستیم. راحتی شیرینه ولی حقیقت سخته، اما همونجاست که میتونی واقعا خودتو پیدا کنی. حقیقت سوم: مهربونی بدون قدرت مساویه با ضعفه. اینو خیلی اشتباه میگیرن. فکر میکنن هر چی بیشتر مهربون باشن آدم بهتری هستن، ولی اگر قدرت نداشته باشی مهربونیت فقط تبدیل میشه به ابزاری برای سوء استفاده بقیه. آدم ضعیف برای اینکه همه رو راضی نگه داره مجبور دروغ بگه، ارزش رو زیر پا بذاره، مرزش رو زیر پا بذاره و خودش رو له کنه، در حالی که کسی که قدرت داره صادقانه حرفشو میزنه حتی اگر حرفش تلخ باشه. اینجوری ارزشمندتره. حقیقت چهارم: هویت ثابتی وجود نداره. یه سوال مهم: تو کی هستی؟ شغلت چیه؟ گذشتت چیه؟ خاطراتت چیه؟ اینا فقط برچسبن. انسان چیزی نیست جز انتخابایی که هر روز میکنه، مثل یه مجسمه ساز که با هر ضربه شکل جدیدی میسازه. یعنی تو هر روز میتونی دوباره خودتو خراب کنی و بسازی. حقیقت پنجم: خوشبختی همون چیزی که بچه‌ها بلدن. خیلی وقتا ما فکر میکنیم خوشبختی پشت مدرک، شغل، رابطه یا یه دستاورد بزرگه. بهش میرسیم ولی آخرش یه احساس پوچی میاد سراغمون. چرا؟ چون تعریف خوشبختی رو اشتباه گرفتیم. خوشبختی همون حس بچه‌ایه که برای یه بسنی ساده ذوق زده میشه. و اما حقیقت ششم: جمعیت همیشه راه درست رو نمیره. جمعیت پر سر صداست ولی این به معنای درست بودنش نیست. آدم وقتی که زیادی دنبال تایید بقیه میره هویت خودش رو گم میکنه، و وقتی به خودت میای میبینی عمرتو صرف کردی برای راضی کردن بقیه. پس بذار از اول این بازی رو برات بچینم. همه خوشحال نمیشن وقتی تو رشد میکنی. رنج تو آینه خودشناسی، ازش فرار نکن. مهربونی بدون قدرت ضعف محسوب میشه. هویت تو هر روز ساخته میشه، نه با گذشتت. خوشبختی توی لذت ساده و لحظه‌ایه. و در آخر جمعیت همیشه حقیقت رو نمیگه. این 6 واقعیت شاید تلخ به نظر برسن، ولی اگه امروز درکشون نکنی فردا هزینه سنگین‌تری بابت ندونستنشون میدی. پس دفعه بعدی که حس کردی یه تغییر کوچیک توی زندگیت آدما رو ناراحت کرده، بدون داری راه درست میری. چون کسی که جرأت تغییر نداره همیشه توی نقطه امن میمونه، ولی تو برای رشد کردن به دنیا اومدی.